یک شاخه گل، برنامه شماره 25. این بار از اشعار مولانا جلال الدین محمد مولوی میشنوید. از مولانا علاوه بر سایر تألیفات 2 اثر ذی قیمت ادبی باقی است. یکی غزلیات و رباعیاتی که در دیوانی به نام شمس تبریزی جمع است، دیگری مثنوی معنوی. ابیاتی که امروز میشنوید از دیوان شمس تبریزی است. شاد آمدی ناگه ز در باز آمدی، بنشین و خوش بنشین و خوش چون محرم راز آمدی. شاد آمدی ناگه ز در باز آمدی، بنشین و خوش بنشین و خوش چون محرم راز آمدی. خوش بینمت ماه پریوش بینمت، حوری مگر با شیوه ناز آمدی.
زاری کنان پیش رخ تو بیدلان، چون بلبل و گل ناگهان با برگ و با ساز آمدی. سرو روان در جویبار عاشقان، ای دولت و بخت جوان بس خوب و دمساز آمدی.
دختر خاله گل ناز من کردن این ساله گل ناز من دوباره قربونت بشم دختر خاله گل ناز من کردن این ساله گل ناز من قربون دو لعل لب خندونت بشم دختر خاله گل ناز من کردن این ساله گل ناز من آی دختر خاله گل ناز من کردن این ساله گل ناز من آی دختر خاله گل ناز من کردن این ساله گل ناز من. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. این بود شاخ گل شماره 25 که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا به اهتمام آقای انوشیروان روحانی تنظیم یافته. آهنگ محلی بیرجندی در بیات اصفهان، ستار از آقای عبادی، گوینده روشنک.